فی پادکست تقدیم می‌کند. من مجتبی شکوری هستم و فکر میکنم این حرفها درباره زندگی پس از مرگ نیست. حقیقت واقعی درباره زندگی قبل از مرگ است. درباره اینکه چطور به 30 یا شاید 50 سالگی برسید بیان که بخواهید تفنگ روی شقیقه‌تان بگذارید. سلام، عیدتون مبارک. این پادکست درباره اینه که چطور سال 97 رو متفاوت شروع کنیم، چطور بهترین سال زندگیمون باشه، چطور تو سال 97 بتونیم خودمون رو پس بگیریم، خودمون رو که یه جایی توی حادثه‌ای، توی اتفاقی جاش گذاشتیم، تنهاش گذاشتیم و رهاش کردیم. با ما همراه باشید. برای اینکه سال خوبی رو شروع کنیم من فکر کردم که به چیزایی نیاز داریم، مثل اولویت بندی، مثل نحوه برنامه ریزی، مثل عملگرایی، مثل اینکه چطور رویاهامون رو بتونیم محقق کنیم و این امکانات شخصیتی و روحی رو سعی کردیم تو این پادکست بهش اشاره کنیم که کمک کنه برای اینکه سالی متفاوت رو داشته باشیم. من فکر میکنم اولین چیزی که باید در موردش حرف بزنیم نگرش ما نسبت به خودمونه. روانشناسا این مفهوم رو به عنوان خودپنداری تعریف میکنن. این نگرش خیلی چیز مهمیه. شکسپیر میگه هیچ زندانی به اندازه زندانی که نمیدونیم درش قرار داریم ما رو محدود نمیکنه. و زندان خودپنداری زندانی که ما معمولاً دیواراشو نمیبینیم، حسش نمیکنیم. خودپنداری یعنی تصوری که از خودمون داریم، یعنی اینکه فکر میکنیم چقدر زیباییم، چقدر باهوشیم، چقدر شایسته موفقیتیم. و این اون چیزی که در ایران بنا به دلایل مختلفی که در موردش حرف میزنیم متاسفانه خیلی معیوبه. اکثر ما راجع به خودمون تصور درستی نداریم یا احساس میکنیم خیلی ضعیفیم یا کافی نیستیم برای فکر کردن به آرزوها و این اولین زندانیه که باید ازش خارج بشیم. یه آزمایشی هست که رفتارشناسا انجام میدن. یه نیزه ماهی رو با شکار شیرماهی میندازن توی استخر بزرگ. یه سطح شیشه‌ای بین نیزه ماهی و شیرماهی قرار میدن. نیزه ماهی میخواد به شکارش برسه، حمله میکنه، محکم میخوره به شیشه. نمیدونه چه اتفاقی افتاده. یه بار دیگه دور میزنه، دوباره حمله میکنه، میخوره به شیشه. بارها و بارها تکرار میکنه. توی این مدت بهش غذا نمیدن و دائم داره گرسنه و گرسنه تر میشه. چند بار امتحان میکنه و بعد از چند بار اکثرشون دیگه از رسیدن به نتیجه ناامید میشن. شروع میکنن دور خودشون چرخیدن و دیگه حمله نمیکنن، دیگه امتحان نمیکنن. اینجا سطح شیشه‌ای رو برمیدارن. دیگه بین نیزه ماهی و شیر ماهی هیچ مانعی نیست، ولی اکثر نیزه ماهی‌ها تو این آزمایش انقدر دور خودشون میچرخن تا از گرسنگی و ضعف کف آکواریوم بیهوش بشن. دیگه حمله نمیکنن. نتایج قبلی یه چارچوب برای اونا درست کرده. یه تعریف، یه زندان، یه فریم براشون ساخته که من از اینجا تا اینجام و این اولین قفسی که باید تو سال 97 بتونیم ازش بریم بیرون. چند تا نهاد، چند تا اتفاق باعث شده ما تصور خوبی راجع به خودمون نداشته باشیم. اولیش مدرسه است. تو مدرسه فقط 2 تا هوش مهمه، هوش حفظی و هوش ریاضی. و اگر شما از قضا تو این 2 تا هوش استعداد خوبی دارید، لیبل می‌خورید، برچسب می‌خورید که باهوشید، که ویژه‌اید، که شایسته موفقیتید. و اگر از قضا مثل من تو این زمینه‌ها خوب نیستید، 12 سال دوران مدرسه رو در حالی طی می‌کنید که احساس میکنید به اندازه کافی نیستید برای رسیدن به رویاهاتون، برای بزرگ فکر کردن، برای نتایج خوب. دومین چیزی که باعث میشه ما راجع به خودمون تصور خوبی نداشته باشیم، نهاد خانواده در ایرانه.
سعی میکنیم تو این پادکست اشاره کنیم که چطور خانواده تله‌هایی رو برای ما ایجاد میکنه به لحاظ شخصیتی که این زخم‌های دوره کودکی در بزرگسالی، همین الانی که دارید صدای ما رو میشنوید، در زندگی شما اثر بسیار مهمی داره. سومین عاملی که باعث میشه نگرش ما نسبت به خودمون و توانایی هامون نگرش بدبینانه‌ای باشه، نهاد اقتصاد و سیاست و جامعه است. ساختار دولت قرن‌هاست در ایران مستقل از عنوانی که حکومت‌ها دارن یک شکل ثابت داره. یک مرکز داره به نام دولت و یک پیرامون به نام جامعه. مهم نیست چقدر تلاش میکنید، مهم نیست چه برنامه بلند مدتی رو پیش میبرید. با کشف و استخراج نفت در ایران 80% اقتصاد ایران در دست دولته و این تعیین میکنه که دوری یا نزدیکی شما به این حلقه در قدرت یا ژن خوب شما یا روابط خانوادگی شما چقدر مؤثرتره از تلاشی که انجام میدید. این باعث میشه ما احساس کنیم تلاش کردن، مبارزه کردن، جنگیدن، یک برنامه توسعه فردی برای خودمون داشتن تو این ساختار مرکز پیرامون اونقدر مهم نیست. دلیل بعدی که کمک کرده که ما ساختار معیوبی از خودمون رو در ذهن داشته باشیم، جامعه کوتاه مدته. خیلی از دانشمندان عرصه سیاست و علوم اجتماعی معتقدن ایران به خاطر تاریخ و جغرافیای پرحادثش یک جامعه کوتاه مدته. جامعه‌ای که ویژن رو و چشمانداز رو از شهروندانش دریغ کرده. جامعه‌ای که معلوم نیست سال آینده یا سالهای آینده چه اتفاقی قرار توش بیفته و این باعث میشه، اولین خطری که باعث میشه ایجاد کنه اینه که به آدم‌ها اجازه رویا پردازی نمیده. وقتی چشمانداز رو از آدم‌ها میگیریم، وقتی آینده رو سرکوب میکنیم، وقتی فکر نمی‌کنیم که در 10 سال آینده چه برنامه رشد و توسعه فردی میتونه به ما کمک کنه و نمیتونیم حدس بزنیم که 10 سال آینده اوضاع چطور خواهد بود، اولین چیزی که درون ما سرکوب میشه جسارت رویا پردازیه. و خدا میدونه که چقدر این رویا پردازی و چقدر توانایی این که ما آرزویی داشته باشیم براش از خواب بیدار شیم، وارد جامعه شیم و مبارزه کنیم، چقدر چیز مهمیه در داشتن یک حال خوب. یک پژوهشی از آدم‌های در مترو که برش رندومی از جامعه ایرانه، هم توش پولدار هست، هم فقیر هست، هم تحصیل کرده و هم آدمایی که تحصیلات ندارن، از آدم‌های بالای 30 سال پرسیدن رویای شما چیه؟ آرزوی شما چیه؟ 87% آدم‌ها اگر عاقبت به خیری و سلامتی رو بگیریم که اینا 2 تا آرزوی خوبیه ولی موتور محرک برای عمل نیست، 87% آدم‌ها طی این پژوهش هیچ آرزوی روشنی نداشتن. هیچ دلیلی برای بیدار شدن از خواب نداشتن. رویاهاشون رو جایی رها کردن، جا گذاشتن و میله مترو رو میگیرن، میرن سر کاری که ازش متنفرن، میله مترو رو میگیرن، میان تو خونه‌ای که ازش متنفرن و به جای زندگی کردن عمر میکنن. اولین نکته‌ای که باید بدونیم محدودیت‌های بحث ماست. من مثل همه اونهایی که تو روانشناسی موفقیت و مثبت‌اندیشی حرف میزنن معتقد نیستم که کتابای آنتونی رابینز و برایان تریسی و مرشدان روانشناسی موفقیت رو همون جوری میشه در ایران خوند و تفسیر کرد که در جامعه‌ای مثل آمریکا یا در جوامع توسعه یافته به لحاظ اقتصادی میشه تفسیر کرد. من معتقدم باید اول محدودیت‌های بحثمون رو روشن کنیم و متواضعانه پارامترهای از این تابع که ما میتونیم تغییر بدیم رو تغییر بدیم. یکی از این پارامترها نگرش ما نسبت به خودمونه. یک آزمایش معروف در روانشناسی وجود داره که یک یخ رو به بازوی کسی که هیپنوتیزم شده نزدیک میکنن و بهش میگن این یک ذغال گداخته است. یخه، اما این باور رو تو ذهنش میکارن که این یک ذغال گداخته است و در عین تعجب و ناباوری پوست کاملا علائم سوختگی نشون میده. یعنی یخه ولی پوست تاول میزنه، برافروخته میشه و قرمز میشه چون باور کرده که این یک ذغال گداخته است. یک بیماری وجود داره به نام MPD Multiple Personality Disaster، اختلال چند شخصیتی. آدم‌هایی که به خاطر تراژدی هایی که در کودکی براشون رخ داده، برای اینکه بتونن این تراژدی ها رو تحمل کنن، شخصیتشون به چند پاره شکسته.
این آدم‌ها علائم زیادی دارن، ولی یکیش که خیلی جالبه و بحث ما در مورد نگرش مربوط میشه اینه که علاوه بر این که ویژگی‌های خلقیشون و شخصیتیشون تغییر میکنه، بخشی از ویژگی‌های فیزیکیشون هم تغییر میکنه. مثلا بیماران MPD عینک‌های متفاوت دارن. در یک شخصیت شماره چشمشون 2، در یک شخصیت شاید 4 باشه. یه خانم MPD در شیراز هست که در یک شخصیت دیابت نوع 1 داره، نیاز به انسولین داره برای ادامه زندگی، ولی وقتی شخصیت شیفت میکنه به شخصیت دیگری، وقتی سافتور عوض میشه، وقتی نگرشش، وقتی کاراکترش تغییر میکنه، تو شخصیت دیگرش هیچ علائمی از دیابت بروز نمیده و نشون نمیده. ببینید هاردور همونه، ولی نگرش و باورش نسبت به خودش باعث میشه برخی از ویژگی‌های فیزیکیش هم تغییر کنه. آزمایش سوم که نشون میده نگرش چقدر میتونه مهم باشه، دارونماها هستن. تو یه دانشگاهی یک دارویی رو در حقیقت ثبت کردن از آدم‌هایی که درد مفصل زانو داشتن، دعوت کردن، فراخوان کردن که بیان. بهشون گفتن این دارو، این قرص قرمز درمان قطعی درد مفصل در زانوها هست و این درمان پیدا شده و دیگه هیچ دردی رو بعد از مصرف این دارو تجربه نخواهند کرد. گذشت، دورانی رو رفتن 3 ماه و این دارو رو استفاده کردن، بعدش برگشتن یه پرسشنامه بهشون دادن که چقدر این دارو مؤثر بوده. حدود 73% از این آدم‌ها گفتن که یا به طرز چشمگیری درمان رخ داده یا کاملا درد مرتفع شده. ولی فاجعه و نکته عجیب جاییه که ما بدونیم این دارو هیچ تأثیر تسکینی در درد مفاصل زانو نداره، فقط یک مولتی ویتامین ساده است. اما این باور، این نگرش، این ایمان که به آدم‌ها داده شده که این دارو درمان قطعی خواهد بود، به درمان اونها کمک کرده. اگر فکر میکنید که میبرید یا میبازید، در هر دو صورت درست فکر کردید. اگه مثل برنده به خودتون نگاه کنید، به امکاناتتون نگاه کنید، اون وقت احتمال برد شما در این بازی، در رقابت زندگی بیشتر خواهد شد. اما اگر با تمام استعدادهاتون مثل یک بازنده به خودتون نگاه کنید، اونطوری که اکثر ما عادت داریم به خودمون نگاه کنیم، اون وقت دستاوردهای ما زیاد نخواهد بود. اولین زندانی که باید شجاعانه دیوارهاش رو بشکنیم و ازش بیرون بیایم، زندانی است که با باورهای در مورد خودمون تقویتش کردیم، مسلحش کردیم، یک فریم درست کردیم که درآمد من، که رشد من در این چارچوب خواهد بود و این اولین زندانی که در سال 97 باید ازش بیایم بیرون. من در مورد جرأت پرسشگری از امور به ظاهر بدیهی حرف میزنم. در مورد این حرف میزنم که اگر شما در دوره دوست داشته نشدید، بنا به هر دلیلی، این دلیل بر این نیست که شما دوست داشتنی نیستید. در مورد این صحبت میکنم که اگر اون آزمون 4 ساعته لعنتی، یعنی کنکور، یک عدد رو هویت شما کرده، این به منزله این نیست که شما خلاق نیستید، شما باهوش نیستید. اون آزمون فقط 2 هوش رو سنجیده. نهایتاً شما در اون 2 هوش خوب نیستید، ولی کلیفتون و باکینگهام، 2 عصبشناس بزرگ آمریکایی، معتقدن ما 34 نوع هوش داریم و هیچ آدمی در دنیا نیست که IQش بالای 90 باشه و در 5 تا از این 34 تا نابغه نباشه. شما نابغه اید به سبک خودتون. اگر توی خودروتون دارید صدای ما رو میشنوید، آینه ماشین رو بچرخونید به سمت خودتون و به چشم‌های یک نابغه نگاه کنید و به خودتون به عنوان یک نابغه منحصر به فرد سلام کنید. این اولین گام برای آغاز یک سال پر افتخار و پر از هیجان. صدای دکتر مجتبی شکوری رو شنیدید. کسی که فکر میکنه دنیا جای بدیه ولی ارزش جنگیدن داره.